نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. بنا به تفرق آرا و نظریات و از هر گروه ها و انسان های مختلف در دنیا به نام دین، به نام ایمان، به نام روز بازپسین و ایمان به اون دارن زندگی میکنن، بعضا این شبهه را ایراد میکنن که شما که مسلمانید، کتاب شما یکی، قرآن شما یکی، پیامبر شما یکی، قبله شما یکی و همه شما دیگه بر پنج وقت نماز قائل هستین، با اینکه کتاب و پیامبر شما یکی و خداوند شما هم یکی، این همه تفرقه، گروه بندی و همدیگر را تردید کردن، خب در مابین این همه انسان های مختلف با عقیده های گوناگون در مابین مسلمان ها، بعضا این حرف بسیار خطرناکی را میگن که بس معلومه یک جای کار میلنگه که شما نمیتونین با هم باشین و هم دیگر شما تایید نمیکنین. جواب این سوال دوستان اینه که اون شخصی که از اسلام و قرآن و دین چنین بینش و نگرشی را در ذهن خودش پرورنده که باید همه مسلمان ها یکی باشن، این از ریشه و بنیاد یعنی چیزی غیر قابل قبول هست و این امکان نداره. چرا؟ چون خدا الله متعال در سوره فاتحه انسان ها را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول گروه هدایت شده، واقعا دنبال خدا هستن، واقعا خدایی هستن. گروه دوم ظاهرا ادعای خدایی میکنن، منتها به نام دین بر مردم دروغ میگوین و خود هم میدانن که دروغ میگوین. متوجه این؟ گروه دوم. و گروه سوم مدعیان مسلمانی هستند، منتها خود هم نمیدانن که گمراهن و خودشون هم بر جاده صراط مستقیم اسلام و قرآن میدانن. سه گروه را الله متعال در خود سوره فاتحه برای امت اسلام نمودار کرده، مشخص کرده که در مابین بندگان من همیشه این سه گروه وجود دارن، چه در مابین مسلمان ها طبق رأی مفسرین و چه در مابین در کل دنیا به نسبت اون اشخاصی که ادعای دین دیانت دارند. اول گروه اول صراط الذین انعمت علیهم، اون گروهی که الله متعال نعمت داده، اینا انبیا هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن، صالحین هستن. اینا انسان هایی هستن که الله متعال اینا رو تایید کرده. انبیا مورد تاییدن، شهدا همون اشخاصی که به خاطر دین نبی جان خود را از دست دادن، صلحای واقعی اونایی که در دیانت به شما خیانت نمیکنن، و صدیقین اون اشخاصی که اعمالشون با گفتارشون یکی است، اینا همون اشخاصای خدایی هستن. یک گروه اینه. گروه دوم غیر المغضوب علیهم، در اصل یهودن اینها و بلا نسبت شما یهودی صفت هایی هستن در ما بین امت اسلام که به نام خدا و قرآن و رسول خدا و دین دیانت بر مردم دروغ میگوین و خود هم میدانن دروغ میگوین. یهود همینطور بودن. یهود همون موقع که قبل از اینکه رسول خدا بیاد و به منصب ظهور برسه و مبعوث بشه میگفتن پیامبر آخر زمان قراره بیاد، اما وقتی که آمد به خاطر امیال شخصی شروع کردن به دروغ گفتن که این اونی که ما میگیم نیست و برای این قسم خوردن و برای این دلایل رو پیش کردن. لذا در ما بین ما انسان ها گروه دومی هم به نام مسلمان، به نام قرآن دارن به دروغ ادعای مسلمانی میکنن، دروغ قسم دروغ میخورن و خیلی ها را فریب میدن. لذا اینکه ما هر به اسم مسلمانی را مسلمان واقعی بدانیم و او را مقتدای خودمون قرار بدیم، این از اون اشخاصیه که هنوز از ترجمه سوره فاتحه خبر نداره. و گروه سوم ولضالین، گمراهان در اصل مسیحیان هستند که مدعی دین دیانت بودند اما گمراه شده بودند و خود را بر همون گمراهی بر جاده صراط مستقیم هدایت میدانستند. و امروز هم هستند در امت محمد صلی الله علیه و سلم اشخاصی که خیلی از چیزها را به نام دین در مابین خودشون دارن عمل میکنن، میلیون بر اون خرج ها هم میکنن و خود را بر هدایت هم میدانن، حال اینکه کوچکترین ثوابی در اینها یافته نمیشه. لذا دوستان اینه که در مابین امت اسلام خدا الله متعال در قرآن در آیات مختلف گمراهی ها را خبر داده. سوره گذشته به نام سوره منافقون، یعنی مسلمان های شناسنامه ای،
اون اشخاصی که آمنا بافواههم با زبان خود میگن ما ایمان آوردیم، الله متعال رد کردن ولم تؤمن قلوبهم، قلبهای اونها هنوز باور نداره. لذا هر کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله را به نام اسلام و به نام قرآن و به نام دین حقیقی الله متعال شناختن، این اشتباه است، هیچ جای کار نمیلنگه. این چیزایی است که الله متعال و نبی خدا خودشون بازگو کردن اینها خواهد بود، اما یک راه شناخت برای حق حقیقی گذاشتن که ما در مابین این همه اختلافات امت اسلام چگونه به اون دین حقیقی که واقعا اون دین در نزد الله و رسول مورد قبول باشه، ما به این چطور برسیم. بله الله متعال غالبا در سوره انعام، در سوره آل عمران آیه 31 الله متعال یک ترازو و یک میزانی را گذاشتن برای پیدا کردن انسانهای ایماندار واقعی. اونم چی هست که شما نگاه بکنین چه کسی تابع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تابع سنت بودن فقط به ریش نیست، ریش همه دارن، اونایی که مبلغ دینن دیگه ریش دارن، به ریش نیست، ریش هم که سنت ها هست. بعضا میگن که تقوا ها هنا، خدا ترسی تو دل، حالا دیگه ریش داشتیم یا نداشتیم دیگه مشکلی نیست. نه خیر اینطور نیست. شیخی رفته بود مکه، به یکی از اون اشخاصی که ریش را میزدن بهش گفته بودن که شما چرا جناب این ریش را میزنید؟ اون شیخ عرب اشاره کرد تقوا ها هنا، تقوا اینجا هست. بعد این عالم پاکستانی هم به او گفته بود که الحیا ها هنا، حیا هم اینجا دیگه، شلوار تو در بیار دیگه. تقوا ها هنا، الحیا هم ها هنا، حیا هم اینجا، شلوار تو در بیار دیگه. این معنی نداره آخه. اگر واقعا تقوا اینجا هست در عمل باید ظاهر بشه، اگر حیا واقعا اینجا هست باید در عمل ظاهر بشه. حالا من از موضوع خارج نشم، اینه که دوستان برای پیدا کردن هدایت واقعی در مرحله اول باید اون اشخاص هدایت یافته واقعی را پیدا کرد، چون این انسان است که انسانها را هدایت میکنه و این انسان است که انسانها را گمراه میکنه. اون انسان های هدایت یافته واقعی چه کسانی هستن؟ الله امتحان فرموده قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی، تابع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم در تمام امور بودن. هر شخص، هر مقتدایی که شما میخواین برای خود اقتدا بکنین، او را معلم خودتون بدانین، ببینین و دقت بکنین تا در چه حد تابع سنت است. مولانا محمد مصعبادی رحمت الله علیه وقتی که یکی از پیرای ایشان وفات پیدا میکنن، میرن دنبال اشخاص مختلف که او را به عنوان پیر، به عنوان مرشد، به عنوان راهنمای خصوصی خودشون قبول بکنن. تا چندین نفر را رد کردن، میدن میشینن میبینن بدعات دارن، خلاف سنت عمل میکنن، تا که رفتن پیش مولوی امان الله نامی و نزد او 7 روز بودن، نگاه میکنن واقعا، چون شوخی نیست، الله متعال فرموده اونی که واقعا خدایی هست تابع سنت هست. و اون حرف مولانا فهمیده بود که اون شخص خداییه که تابع سنت هست. و بعد از اینکه 7 روز در نزد ایشون بودن و دیدن که ایشون بدعتی نداره، با ایشون بیعت کرده بودن. لذا دوستان همینه که هر شخص به نام مسلمان را به نام اسلام نگذاریم و اون شخص در اسلام و قرآن مقتدای من شما نیست، الگوی من شما نیست. هر عمل کننده به نام اسلام را به نام اسلام گذاشتن و از اسلام زده شدن، این عدم آگاهی از اسلام را میرسانه. بلکه مقتدای ما اون شخصیه در اسلام که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. الله تعالی به همه توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.